پیروزی جشن زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک، عالم همه در. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده ها، تماشابینان عزیزی شبکه شهنان. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک در خاندان زیبای شادروان شامیرزا بابا برای تبریک کردن دختر این خاندان مولوده خاله که بعد دوشنبه عروس شده رفتند و امروز جشن زادروزشان را از نام جیان و خواهران در اینجا جشن گرفته. میخواهیم از نام آنها تبریک گوییم و طلبان زیبای زرشت و زهرابانو شده ایستاده است. همچنان اصل دینکه محبت مسلمانکه گل زیبایتی را با طلبان فرزندانشان شاد باش میگوییم و همراه شمایان به هم ببینیم. ما آغاز میکنیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم خوش و تبار نزدیکان، همه شمایان را به این باغ زیبای شادروان شامیرزا بابا خوش آمدتان میگوییم. قدمهایتان بالای دیده. امروز از آن آسمان نفرانی که گذشتند شاد هستند که در این باغ به هوا و در این باغ زیبایشان باز توی دارند و روزی خرسندی. ما باشد امروز صاحب جشنها را، البته اصلی دینکه و همسرشان محبت آیتی را، مسلمانمک گل زیبایتی را با امروز طلبان فرزندانشان زرشت جان و زهرابانو شاگردی عزیز تبریک و تهنیت میگوییم. و البته برای ما لازم هستند مادر عزیز که برای تبریک کردن روز بهترین جیانشان آمدند، مولوده خاله. با قرصکا به نزد ما دعوت میکنیم. مولوده خاله مرحمت شما را میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم. مرحمت. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و همراز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و همراز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است ما، خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است ما. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. السلام علیکم فرزندان شامیرزا بابا، دختران نازنینشان و البته مولوده خاله، با وطن خود، به دهه خود، به خاندان خود خوش آمدید. ما همراهی علمی جیانهای نازنینتان صحبت کردیم و چند روز قول گفتن که مادر ما خاله جان عزیزی ما زادروز دارند، لیکن امکان پیدا نکردیم که ما رویم به دوشنبه تبریک گوییم و گفتند که حسین جان بعد از چند روزها در خاندان برادری ما در خاندان اسدینکم یک بزم می شود و الهمان ما در کلان ما گویم خطا نمیکنیم، خاله جان عزیز ما می بیایند و گذشته باشدم حضور می پرسید و با جشن زادروزشان تبریک می گوید. مولوده خاله مولود مبارک، سالگرد عمر را مبارک باد می گوییم. در سر همین 7 خواهرانتان سایبان، دعاگوی، حاجیانه، مهربان و خبرگیرک و مصلحتچی شده گشتن نصیب کند. امروز شمایان را از نام خواهران عزیزتان از مسافرت، از همینجا بودگی ها، از نام جیانهای عزیزتان، جیانهای نازنینتان تبریک میگویم و همیشه صحت سلامت باشید. تا در آمد همراهی دلربایتی صحبت کردم، گفتم چی گفتا تبریک کنم دلربایتی؟ گفتن برای ما مصلحتچی، برای ما نفره که هستند دست یاری به غرض خود را دراز میکنند. در آن وقتی که ما پیش پای پا میخوریم و از آنجا سر بالا کرده میگردیم و حکمتش را شنیدیم که چنین مادران دعاگوی سری ما هستند و تا هستی حیات افتخار میکنیم از بودن چنین خاله جان عزیزمان. راهشان دور باشد هم دلشان نزدیک است برای ما. چون گفتم
آمدن نتانند هم در هر روز و دقیقه ها از حال و احوال ما خبر میگیرند، از حال و احوال هر خواهرانشان خبر میگیرند و بسیار حرمت میکنیم. حسین جان اگر شما روید و دوشنبه بینید مهمانداری آنها را، جای نمیابند که ما را شنانند. اینقدر مهر و محبت زیاد دارند و اینقدر دوست میداریم. میگویند صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله‌های مادر. گر شعرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینش در رحم اوست، این رو صد داستان براید از یک هجای مادر. بالوده خاله در چهره شما شادروان روی مادر را میبینن انمی خواهران و از آن چهره پر از نور شما نور دور نگردد. خدا کند میگویند دارای خاله در این خیلی بزمهای زیبا چی نیت کنیم؟ نیت های ما جامعه عمل میپوشید است. خاندان زیبای اصل دینکم با روزهای خورسندی شود، همراهی مسلمان که رشته خداگاریشان هزار زاله شود. زیبا خاله تویها مبارک باشد میگوییم. انا همین عروسی نازنین سال آینده یک نه دو گوهره کلان برداشته بیایند و خاندان زیبای مسلمان هم با گوهره بندان شود و عروسی نازنین این خاندان فقط مهمانی بیاید. زیبا خاله فقط خدمت های نیک شما را کند، پربردار شود، با قدم نیک خاندان شما رفته باشد. همراهی زرشید جان یک عائله خوشبختانه را برپا کنند و رفتی و بیای این دو سلاله بزرگ همیشه جاویدانه باشد میگویم. مبارک باشد. والوده خاله سال آینده سری گوهرها آمده نشسته الله های ناز را خواندن برای شما، برای حاجیانه. باز یک نفرشان نامده نه علی همینجا برای همه انمی خواهران نصیب کند میگویم. امروزه روز خرسندی مبارک باشد. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. شادروان شاه میرزا بابا بسیار انسانی بای گذشته بودن که یک نه 8 کلیتی در جنت را صاحب بخت کرده. 8 تاشان هم انسان‌های با عقل و با تربیت و صاحب بخت هستند. روح ارواح گذشتگان شاد باشد. با خاله جای شما یعنی نارای خاله به خالی است. بیت شما میاندشان با و این لحظه از نمی همین خواهران بالده خاله، از نمی همین جگربندان که در چهره شما روی مادر را میبینند یک گلدسته زیبا تقدیم میکنند. با قرصک های مهمانان مرحمت گلدسته را تقدیم میکنید. مبارک باشد. و البته باز خانه خدا نصیب کند حاجیانه، باز رفته حج اکبر نصیب کند. با چنین نیت ها در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین کتاب قرآن کریم را تقدیم میکنیم. مرحبا. سر کنیم تا تبریک کنیم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی، خوش آمدید به درگاهی دادا جان من. نور دیده تاج سر. من امروز اصلی جان و کلونما محبتای را با این روز خرسندیشان تبریک گفته به اینها اول صحت سلامتی عمری دراز آرزو مندم. زهرا جان الهیم جای رفتگیش به سنگ شود، خوشه پیری به دولت شود. اپا جانم الهیم صد بدرایند، سری مهم به ساق سلامت گردم. نبراش حضور حلاوتی ماهانه بینن الهیم. چی نیت و آرزو دارن نیت و آرزو یکاشون برسن الهیم.
رحمتی کلون به دقتتون. السلام علیکم مهمانان و میزبانان خدای مهربان، خوش آمده به درگاهی ددم نور دیده تاج سر. امروز روز تولد آیتیم از رای دور آمدگی الهیم سر بدران خوش آمده باید گپ زنه بتر. السلام علیکم مهمانان و مهربان محترم، خوش آمدید به درگاه پدر من، خوش آمدید به پسر من، اومدید به برکه اسعدین و محبت کلون، خوش آمدید دور دیده تاج سر. میخواهم که خواهرم رو هم به همین روزی تولدش تبریک و مبارکباد گویم. الهیم 100 ساله شود بعد پیر شود تا میتونیم او و ده خواهرامون را خبر گرفته میستیم. خوش آمده هم محکتون نور دیده تاج سر. من گپ زنم همین گپی همینا با منم خوشی هم میاکتون خداها خوش آمده. اپی منم 120 بدرایم بعد پیر شوم اما تو خوش آمده. سرویناس السلام علیکم مهمانای عزیز، خداهای با عزت با اکرام خوش آمده نور دیده تاج سر. من از این فرصت استفاده برده اپا جانم مولوده را به این روزشان تبریک و مبارکباد نموده با اون کس ساق و سلامتی تینجی امانی پاچام کتی خوشه پیر شوم، پیری به دولت شوم، در دیلاشون چی آرزوی حوث باشه در آرزوی حوثاشون رسن الهیم. ساق آمدین سلامت به منزلاشون رسن. زهرایم الهیم خوشه پیر شوه کیا کتی ساق و سلامت گردن در دیلاشون آرزوهای مول باشه آرزوهاشون برسن الهیم. اصلی هم کلمولایم چی آرزو دارن آرزوهاشون برسن. هم یکاتون خوش آمده خداهای با عزت با اکرام نور دیده تاج سر. رحمتی کلون آمده گیاتون با دقیقتتون رحمت. خواهر جان 120 ساله شوه تا دنیا باشه الهیم. ما جانا هم ما شمایا نظم ببینیم. خواهر جان شمایا خال به خالم هم باتون الهیم. قطاری خواهرها یکم تاتون کم نشوه الهیم تا دنیا باشه خواهر جان خوش آمده. اپا جان الهیم 100 بدروه چی نیت داره نیتاتون برسه. خوش آمده خدای عزت من رحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خداهای مهربان خوش آمده نور دیده تاج سر. مولد خاله جان من تبریک میکنم الهیم 100 بدروه بعد از آن پیر شوه. قدم های گذاشته آمدگیاتون تاج سر. الهی مهر و محبت همدیگریامون هیچ وقت کم نشوه. در خانه همه ما همه وقت برای شما گشادگی. گفتی شاعر عمر خیام این کهنه جهان به کس نماند باقی، رفتند و رویم و باز آیند و رویم. 100 بدره خاله جان خوش آمده هم یک. هزار رحمت. اکنون همه خواهران نزدیکتر میستیم. یک جای ما در اینجا شیرینی داریم، بیارید نزدیکتر. همه دستش رسد. فقط خواهری با یک تایشون کنی اون کسی هم جغزنه.
خاله بار دیگر امروز زادروزتان مبارک باشد. در هر خواهران در هر عائله یک تشکیلاتچی می شود. سر آشکار نکن گفتم که خب از نام گلخالم تبریک میگویم. در هر چاره‌بینی که در انمی اولاد کلان شامرزا بابا مهمان شویم مگر البته برآمده از همه پیش سخنهایشان را میرسانند. امروز همراهی دیدربایتی گلخالم تلفن کرده گفتن که حسین جان سورپریز کنیم. بالدا خاله در دوشنبه آمدگیانو انما سورپریز ویران نشود گفتن و در آخر ما میگوییم صاحب آن تبریکات را از نام گلخالم شما از نام مسافری بودگی جیانها تبریک میگوییم. بار دیگر زادروزتان مبارک باشد. هیچ وقت خستگی را نبینید. از آن روی پر از نورتان نور دور نگردد. چخیلی که حاضر باز یک خواهرم گفتن انا همین صفی خواهران هیچ وقت کم نشوند. یگان تاشان همه دم پیری و دولت پیری را دیده حضور و حلاوت فرزند و تمام جهان را دیده گشتن نصیب کند بگویم. اکنون نوبت را برعکس ششترش نیست. یک جای خواهرای رقص را تکلیف میکنیم. کسانی که میخواهند همراهی شما رقصن با لحظه ها را به تاریخ مهر میکنیم. بار دیگر از نام تمام خواهران تبریک، از نام جیانها، از مسافرت بودگی جیانها شما را تبریک میگویم. تشکر. مرحبا. در خانه عشق دل بری دارد هر کاکل زد اختری دارد در خانه عشق دل بری دارد ای آج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای آج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم در موی سیاد شونه می آید موروز غمت خونه می آید در موی سیاد شونه می آید ای باغ و بهار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای باغ و بهار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم هر کاکل زد اختری دارد در خانه عشق دل بری دارد هر کاکل زد اختری دارد ای اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم میرسیم انشالله نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا نموتیکه نیاد تو هر شب آسومی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من
بیسو شب من تاریکه با من باشه عشق دنیا را موسیقه به یاد تو هر شب آسونی نبیسم جای تو قلبم خالیه عزیزم جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من لطاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من لطاب خوشگل شبهای من ابرو پمنش سفر
فلک سومانش سرطان دختری آهلیگان فلکی بانش سرطان ابرو کمانش سرطان فلک سومانش سرطان دختری آهلیگان جمالم شدم خستم مستم دل به نگاهت تو کبوتری یا کی پری یا به گلستان دلم میبری تو کبوتری یا کی پری یا به گلستان دلم میبری اینک عزیزان مولود خوله را در جشن زادروزشان در دهه آهلیک شهر سمرقند تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم دیدیم. دوستی دو کشور همیشه پاینده باشد و رفت و بیاها همیشه باشد. ما برای خرسند کردن دل شمایان همیشه در خدمت تیار هستیم. با ما باشید، با شبکه شهنان سلامت باشید.